مأمور قطع آب، نوشته مارگریت دوراس. در یکی از روزهای تابستان چند سال پیش، 3 یا شاید هم 4 سال پیش، در دهکده‌ای در شرق فرانسه، مأمور آمده بوده برای قطع آب آشامیدنی افرادی که تا حدودی متفاوت از دیگران، یا شاید مثلا متفرقه، یا به اصطلاح عقب مانده بودند. سرپناه این آدم‌ها ایستگاه دور افتاده قطار بوده، قطار بین شهری سریع السیر. اهالی هم کاری به کارشان نداشتند. مرد خانواده برخی کارهای جزئی منازل دهکده را انجام می‌داده. ظاهراً شهرداری هم مساعدتی به این خانواده می‌کرده. خانواده‌ای با 2 فرزند، یکی 4 ساله و یکی هم 1 سال و نیمه. این قطار سریع السیر درست از جلوی سرپناه خانواده می‌گذشته، از فاصله خیلی نزدیک. بضاعتشان آنقدر نبوده که بتوانند هزینه برق و گاز و آب را بپردازند. در نهایت مسکنت روزگار می‌گذراندند. بالاخره روزی سر و کله مأمور پیدا می شود. آمده بوده برای قطع آب ایستگاه قطار، سرپناه این آدم ها. نگاه کرده است به زن ساکت. بعد آب را قطع کرده است. مرد خانه غایب بوده. زنی نسبتاً عامی با 2 بچه، یکی 4 ساله و یکی هم 1 سال و نیمه. مرد، یعنی همان بابایی که مأمور قطع آب بوده، هیئت و ظاهرش مثل بقیه مردها بوده. چشم داشته و میدیده و میفهمیده که فصل گرماست. اواسط تابستان، هوای بسیار گرم. خودش هم این گرما را لمس میکرده. بچه 1 سال و نیمه را هم به چشم میدیده. دستور بوده که قطع کند و قطع کرده است. دستورالعمل را اجرا کرده. آب را قطع کرده است. زن را از آب محروم کرده. دیگر آبی نبوده برای شستشوی بچه ها و رفع تشنگیشان. شب که شده، زن و شوهر دست بچه هاشان را گرفتند و رفتند خوابیدند روی خط آهن قطار سریع السیری که از جلوی ایستگاه می‌گذشته. میمانند زیر قطار. میمیرند با هم. 100 متر راه، بعد خفتن، آرام کردن بچه ها، خواباندن بچه ها و احتمالاً با لالایی یکی بود یکی نبود. میگویند که قطار توقف کرده. بله، کل ماجرا این بود. مأمور اعتراف کرده، گفته است که رفته بوده برای قطع آب، ولی نگفته که بچه ها را دیده. نگفته که بچه همراه مادر بود. گفته است که زن نه ممانعت کرده، نه تقاضای قطع نکردن آب. ما هم آنچه می‌دانیم همین است. وقتی رجوع می‌کنم به این قصه‌ای که نقل کردم، صدای خودم را می‌شنوم. زن هیچ اقدامی نکرده، ممانعت نکرده. بله، همینطور است. آنچه می‌دانیم همین گفته‌های مأمور آب است. حق این را هم نداشته که آب را قطع نکند. تازه زن هم همچون تقاضایی نکرده. استنباط ما هم باید همین باشد. دیوانه می کند آدم را این ماجرا. ادامه می دهم. سعی می کنم بفهمم. زن از مأمور نخواسته است که ملاحظه 2 بچه را بکند. چون مرد چشم داشته، بچه ها را می دیده. زن اشاره‌ای هم به گرما و تابستان نکرده، چون می‌دیده که خود مأمور هم آنجا توی همان تابستان گرم ظل آفتاب را حس می‌کرده. گذاشته است که مأمور آب را قطع کند و بعد هم برود. زن تک و تنها مانده است کنار 2 بچه‌هاش. بعد از کمی درنگ راه دهکده را پیش گرفته است. رفته است به کافه آشنا. این که توی این کافه چه چیزی به زن کافه چی گفته کسی نمی‌داند. من هم نمی‌دانم.
حتی نمیدانم که زن کافه چی هم حرفی زده یا نه. ولی آنچه مسلم است حرفی از مردن نزده است. احتمالاً قضیه قطع آب را برای زن کافه چی گفته، ولی نگفته که میخواهد خودش را سربنیست کند، خودش را با 2 بچه هاش، با شوهرش. روزنامه نویس ها خبر ندارند که زن چه چیزی به زن کافه چی گفته. حتی اشاره هم به این واقعه نکرده اند. اما آنچه من از واقعه میفهمم مربوط می شود به آن لحظه‌ای که زن همراه بچه هاش سرپناه را ترک کرده است. بعد از تصمیم به مرگ دست جمعی با هدفی که ما از آن بیخبریم. میخواسته کاری بکند، حرفی بزند. چه کار نکرده ای داشته، چه حرف نگفته ای داشته است پیش از مرگ. در اینجا برانم تا سکوت نهفته در این سرگذشت را از نو برقرار کنم. سکوت بین لحظه قطع آب و لحظه بازگشت زن از کافه. در واقع قصدم برقرار کردن ادبیات است با سکوت عمیقی که دارد و این مرا به جلو میبرد. باعث می شود نقب بزنم به ثقل سرگذشت. در غیر این صورت بیرون میمانم. احتمالاً زن منتظر مانده تا شوهرش بیاید. بعد خبر تصمیم به مرگ را به شوهرش بدهد. ولی نه، راه دهکده را پیش گرفته است. رفته است آنجا، رفته است توی کافه. این زن اگر نگفته هایش را می گفت دیگر برای من جالب نبود. کریستین ویلمن، زنی که بلد نیست حتی 2 جمله را درست بگوید، شور عجیبی در من برمی انگیزد. چون او هم مثل همین زن از چیزی برخوردار است. چیزی به اسم خشونت. خشونتی که پی نبردنی است. در وجود بشری نوعی هنجار غریزی هست که می شود کاویدش یا به سکوت برگزار کرد. مسکوت گذاشتن هنجار مردانه اما دشوارتر است. خطای فاحشی است. مردها با سکوت رابطه‌ای ندارند. در ایام قدیم، در زمانهای دور، هزارها سال پیش، سکوت از آن زنها بوده است. بنابراین می شود گفت ادبیات یعنی زنها. ادبیات عرصه سخن گفتن از زنهاست. به عبارتی ادبیات را زنها می سازند. خود زنها. باری این زنی که گمان می کردیم حرفی نزده چون هیچ وقت حرفی نمی زده، حتما بایست حرف می زده، از تصمیمش می گفته. ولی نه، می بایست چیز دیگری می گفت. جمله‌ای جایگزین، نه اینکه تصمیمش را بگوید، اشاره فقط، کلامی هم عرض و هم معنای آن تصمیم که برای تمام افراد آشنا با چنین سرگذشتی قابل درک باشد. مثلا عبارتی در خصوص گرما. آن وقت منزلتی قدیسانه می‌یافت. در چنین بزنگاهی است که زبان به قوت غایی خود می‌رسد. چیزهایی که زن برای زن کافه چی گفته است گویای همه چیز است. همان 2-3 کلمه، همان آخرین عبارات پیش از اقدام به مردن، هم عرض سکوت سراسر زندگی آن خانواده است و آن عبارات را کسی در نیافت. در عرصه زندگی هر روز این چیزها پیش می آید. در لحظه وداع، در وقت مردن، در خودکشی که دیگران هیچ ظنی هم به آن نمی برند. مردم فراموش می کنند. بر زبان آمده ها را فراموش می کنند و همچنین آن پیش آمد را که می تواند در حکم هشدار باشد. هر 4 تاشان رفتند خوابیدند روی ریل های قطار سریع السیر. جلوی ایستگاه، 1 بچه در بغل زن، 1 بچه در بغل مرد، در انتظار قطار. مأمور قطع آب ککش هم نگزیده. نکته ای را به ماجرای قطع آب اضافه می کنم، اینکه آن زن که گفتند عقب افتاده است به هر حال می دانسته که یک چیز برایش مسلم است، اینکه نمی تواند، همانطور که پیشتر هم نمی توانسته روی کسی یا آدمی مثل مأمور قطع آب حساب کند و از وضعیتی که خود و اعضای خانواده در آن گرفتار بوده اند خلاص شود.
موجودی بوده وانهاده و مطرود از جانب همه، از جانب کل جامعه. چیزی برایش نمانده بوده جز همین مردن. این را به خوبی می دانسته. این دانستن موحش و مهیب را این زن در عمق وجود خود داشته است. پس درباره عقب ماندگی این زن با در نظر گرفتن خودکشی باید تأمل کرد. کاش حتی شده یک بار کسی راجع به این زن حرف میزد، ولی کسی این کار را نخواهد کرد. در اینجا هم که از او حرف میزنیم بی تردید آخرین بار است که از او یاد می شود. میخواهم نامی از او ببرم، ولی میبینم که نام را نمیدانم. موضوع بایگانی شده است. آنچه در خاطر میماند تشنگی مفرط بچه خردسالی است در تابستان گرم، با چند ساعت فاصله از مرگ و گام‌های سرگردان مادری جوان، مادری عقب افتاده، منتظر که ساعت مرگ کی در رسد. روخانی الف